مادر جان، آشا جان، شما را یاد کردم. میدانید چندین نفران، میلیون نفران این را بگویند، اما دیروز یک به من دوست زنگ زد، گفت بیژن به یک حادثه دچار شدم، نوارهایش را به تو روان میکنم و من نخواستم که نوارهایش را گذارم تا ایذای بنده حرام است. گفتم چی شد؟ گفت یک کمپیره که بارانی بود، روزی بارانی بود، در سر راه می ایستاد. فکر کردم که طلبنده است. به او مبلغ دراز کردم، 5 سومانی نگرفت. گفت بچه‌م به من یاردم بده. گفتم نشینید. چی شد به شما؟ گفت به شهر دوشنبه آمدم به نزد فرزندم. 1 روز ایستادم، 2 روز ایستادم، بعد به کلینم معقول نشدم، معقول نبودم یا چیز. بعد کلینم و پسرم گفت که مادرت را از خانه پیش کن. همون در شب بارانی مادر پسرش مادر را برآورده میگسلاند. شما فرض کرده ایستاده اید، فکر کنید مادر را در شب بارانی رو بخواند. مادر آب دیدش کشال. اون دوست گفت مادر را به ماشین ها سوار کردم تا منزل دلخواهشان برم و زنگ زدم، به منزلش رسیده است. بعد گرده پرخواب کردم. یک موضوع علایده است. بیشتری ما پروای مادر نداریم. زن دوست داریم، خوش آمدوی زنا هستیم. و چی خاطر اینگونه گفته ایستادم؟ بعد شما قیاس کنید که شخصانی که همین طور در قطار هستید یا نه. و یکان جمعه رویم با زنامون 2 روز 3 روز زنگ نزنیم، زنام قهر میکند. اگر به مادر 10 روز و 20 روز تقریبا 1 ماه زنگ نزنید، هیچ چیز نمیگوید. دایم در لب تبسم لبای بچم میگوید. کودک بودیم، بچه را کیش گفته نمیتوانستیم. بزرگ شدیم، سالها گذشت. اکنون مادر را میگسلانیم. صنف 1 یاد دارید؟ و مکتب میبرامدیم، میرفتیم. مادر از پسمون میبرامد. تا ما راه را کج نگردیم، مادر به خانه نمیدر آمد. تا که ما راه را کج کردیم، بعد خانه میدر آمد. بیشتری مادرای ما حیلت و پیری و دیگر بیمار هم هستند. به زور نفس میکشد. اگر دانید که به زور نفس میکشد یگان بیمار است یا دیگر. بعد یک چیز را از خاطر نبرارید دوستانم. هیچ مادر، ما یگان مادر را ندیده ایم که از شکایت کند از بیماریش. من میگوید که بچه من کسل هستم یا دیگر. کوشش میکند که شما 1 تین صرفه نکنید. اما شما ناموس کنید. پول ندارید، فروشید تلفنتان را. 1 سال به یک برایتشان فیزلیپچینه و دیگر. بر زنده بودنش کوشش کنید، نه تنها با سخن، عملا احتیاجشان کنید. 2 کیلو نبود برید گروهشان را ترک کند. بعد مرگش داد و فیغان ضرور نیست. من نمیدونم به شما میرسد یا نه. وقتی چارلی چپلین خورد برد، خوابش نمی برد. مادرش می گفت که اگر تو خواب کنی بچم، فردا به تو فلان ماشینچه رو میگیرم. اگر خواب کنی فردا تو رو به خواب میبرم.
روزی از روز مادر چارلی چپلین گذشت. به خوابش در آمد. گفت چی آرزو داری بچم؟ چارلی چپلین گفت که اکنون آرزو دارم که شما در برم باشد. مادر را کوشش کنید نه تنها با سخن، عملا احتیاجشان کنید. بیژن بودم قربانوف. خداحافظ تا برنامه‌های دیگر.